سلام بچه ها، خوش اومدید این ویدیوی ما. خب اگه به روز خیلی جدیده آباد که همین دیروز اومده رو داشته باشید، که مدرسه کلاس موسیقی آورده و اون کلاس موسیقی خیلی رازها داره که میخوام کل اون رازها رو براتون بذارم. البته اون رمزه که توی شرکتم بود اونم یادم اومد، اونم براتون آخر ویدیو میزنم. بچه یه لحظه بچه، خب داشتم میگفتم مدرسه کلاس موسیقی آورده. بله خیلی که فکر این کلاس موسیقیه چند تا راز داره که من همش رو میخوام براتون اجرا کنم. چند تا جایزه میده بچه ها. آدمه که من همین دختری همین مامان اصلا هر دوتاشون رو میارم. من فعلا دختره میارم. اولین کارم اینه که این کوکیه رو، البته کوکی که نه، برگه که روش عکس کوکیه رو از دست این دختره برداریم بدیم به آدمه که خودمون. بعد بریم کجا؟ بریم تو محله شیرینی فروشی. شیرینی فروشی اون بستنی فروشی نه، اینجا بریم بچه ها. بعد این رو میبینی این آقا این جایزه از کجا اومد؟ چه خوشگله توش. این دست این آقاه بهمون یه ظرف کوکی میده. یه ظرف کوکی رو میدیم دست این دختره. برمیگردیم مدرسه. بچه ها خودتون میدونیم دیگه، من دیگه نگم ولی بازم میدم. حالا کوکی ها برمیگردیم به این دختر. حالا عکس خودش رو میده. حالا برای بعدی باید چی کار کنیم؟ برای بعدی باید بریم طبقه پایین. اینجا این بریم. بعد این دفتر چرا از این به این آقای بدیم؟ بدیم با آقای مدیر. مدیر دفتر مدیر کجاست؟ خب این دفترچه رو میدیم با آقای مدیر. بعدی رفت میزنه. حالا برای آخرین بار باید برگردونیم به همون پسره. نیش به همون پسره اتفاقا نمیفته. خب بریم به یکی دیگه بدیم. یکی دیگه هم میشه. این معلم ورزش هم میشه داد. معلم ورزش آخری هم تیک میزنه. حالا برمیگردونیم به پسر فکر کنم. آره حالا به اون عکس خودشو میده. حالا میتونی انجام ندیم این دست اون باشه. چرا برای آخرین بار باید بریم تو اتوبوس مدرسه. بچه بیا همه چون دیگه میدونیم اتوبوس مدرسه. این اتوبوس آخرش عکس این پسره رو ببینیم که تو مدرسه هم هست. البته اینو ما نباید اونجا بذاریم. پس چه عکسی رو باید اونجا بذاریم؟ اونم که جزو اون عکس ها هست. پس ما چه عکسی رو بذاریم؟ الان بهتون میگم. عکس خودشو بدیم به خود پسر. عکس واقعی خودشو میده. اون شاید داداش دوقلوش باشه. برمیگردیم طبقه دوم. اینجا تمیزیم سرش. یه جایزه. همین جایزه رو نگه دارم. آخر ویدیو با هم دیگه آنباکسش میکنیم. خب برای دومی باید خودمون آدمک بیاریم. حالا چه آدمکی رو باید بیاریم؟ همون شیپ
اینجا. برای مثال یه پیانو رو برمیدارم، باز میکنم شیپوره هم برمیدارم. میخوامت یه طبقه پایین. حالا این موتور رو باید به کی داد؟ اولش که باید این شیپوره رو بدیم به اینجا، بدیم به ایشون. مرده این جایزه میده. اینم از دومین جایزه. خب حالا شیپور رو برگردم سر جاش. دقیقا نمیدونم این عینکش کجا رفته، ولی هدفونه. خب برای دومین بار باید برگردیم که نه، بریم تو حیاط، پیانو رو بدیم به معلم ورزش، یعنی یه جایزه دیگه بدیم. برای دوتا راه دیگه باید چی کار انجام بدیم؟ پیانو رو بر نداشتم، پیانو بده. همین پیانو باید کجا بریم؟ البته من که میذارم سر جاش، ولی اگه شما دوست داشتی میتونی نذاری سر جاش. چرا دوتا پیانو شد؟ بازم اشکال نداره، میتونن 2 نفر پیانو بزنن همزمان. حالا برای دفعه بعد باید این بچه حواستون باشه حتما باید گیتار قرمز رو برداریم، چون اگه آبی رو برداریم فکر نکنم جواب بده. گیتار آبی داریم، بچه فکرم یه راز دیگه ای بود، این میکروفون رو باید میدادیم به یکی. یادم اومد به یکی باید بدیم. 3 تا راست شد، از 2 تا راست تبدیل شد به 3 تا راست. این طرف پایین این من اینو از چه میده؟ یه اکثر نگاه کنیم روش معلم ورزش هر میبینیم که داره پیانو میزنه. یا مثلا بذاریم بریم تو دفتر مدیر نکنیم، مدیر رو میبینیم که داره گیتار میزنه، همین گیتاره. مدیر برمیداریم یه جایزه دیگه بهمون میده. چند تا راز دیگه هم هست که با این 2 تا خانم انجام. حالا ما باید کجا بریم؟ میکروفون رو باید کجا بریم؟ به همراه میکروفون میرویم به کجا؟ میرویم به اینجا. میکروفون رو میدیم دست ایشون. خانم خوشگل چرا جواب نمیده؟ خانم خوشگل، خانم عزیز دل، فکر کنم باید یکی دیگه میدادیم. بذار عکس‌ها رو نگاه کنم دقیق‌تر. بذارم اینجا تو کلاس. اینم عکس دیگه ای نیست. نه عکس دیگه ای نیست. خب نمیدونم میکروفون رو باید بکی بدیم، ولی اشکال نداره. بازم نگیر سر جانم.
حالا این میکروفون هم میذاریم سر جای. یه میکروفون داریم و 2 میکروفون داریم. نه که توشون سیبیه. البته حالا رازمون چیه؟ راز آخرمون شاید توش یه کوچولو زشت باشه ولی خوشگله. زشته ولی خوشگله. راز بعدی بعد از مرحله بریم بیرون. یک مرحله اینجا لباسای خوشگلی هم داره. مثلا میساکی این بلوزه این حسنانه که بلکه خیلی مرحله که بخاریش باز میشه چون تازه نصب کرده بودم انجام ندادم. رمزش هم که همه میدونیم 3 2 1 نه 3 1 2 بسته شد دیگه. زایسته که بیاد تو خونه ببینه بخاریتون بازه. بسته شد دیگه. نکنم بس بعد از این بالا اینو برداری. نه هر دوتاشون یه شکله. حواسم نبود. این سیدی ها رو فقط اگه تو دستت بذاری نمیتونی تو این یکی دستت چیزی بذاری. نمیدونم هر دوتاشون رو میتونم ببرم یا نه. نه ولی کیفای این نام خیلی خوشگلم پیشنهاد. یا مثلا این کیفه این کیفه این کیفه همه کیفاش خوشگله. اینم از آخرین جایزه. خوشت اومد لایک کن. 2 دستش پره. حالا بریم بهتون بگم که چجوری اون رمزه چیه بچه ها. البته چون تازه نصب کردم اون اجرا نکردم. یعنی اجرا کردم ولی اجرا نکردم. یعنی برای پارتی اجرا کردم ولی آورد آوردم از اول کردم. 1 3 0 4 بله یه دونه توش بود. یه دونه از اکسا و یه دونه ماگ طلایی. یه لحظه بچه ها من که اون راز بهتون گفتم. حالا بریم اون جایزه رو با هم آنباکس کنیم. آنباکس حالا من کجا کنم؟ خونه همو که نساختم تازه نصب کردم. خب اشکال نداره بازم میایم آنباکس میکنیم. دست این که جایزه نیست. جایزه رو اینجا بشینم. توی بروز یه خونه آورده که کلش صورتیه. یه جوری با فاصله بذارم خوشگل.
اولی رو باز کردیم. اولی توش اینه به همراه این کلاه زشته ولی بلوزش خوشگله. بعد یه دونه این لباس رو داره، یه دونه این کلاه رو در بیاد. این بلوز به همراه این شلوار. بتونید این لباس رو بذارید انتخابی که مثلا وقتی میخواد بیاد آدم که تو کلاس موسیقی یکی از اینا رو بپوشه. زمان گرفته بودم. اینم بلوز. حالا برای اون جایزه که سه تا عکس باید میذاشتیم. دونه نشان، یه دونه کمربند و یه دونه کت. خیلی عالی. میتونیم با همچین تیپی بیاین کلاس موسیقی. لباساتو بپوش. اونا هم بی زحمت در. نشانت هم در. بچه ها خیلی ممنونم که ویدیومو نگاه کردید. بچه ها اگه میشه لطفا ویدیومو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار همگیتون.